سلامی به زیبایی شکوفه‌های بهاری. امروز هم با شما هستیم تا با یه سیران دیگه به یکی از روستاهای زیبای استان کرمانشاه سفری داشته باشیم. پس بار سفر بستیم و راهی جاده شدیم. از کرمانشاه به طرف شهرستان دالاهو حرکت کردیم و خودمان را به بخش گهواره رساندیم. مسیر حرکت سرشار از زیبایی بود. آسمانی آبی و پاک که ابرهای سفید جلوه‌ای خارق‌العاده به آن بخشیده. رسیدن به دهستان قلخانی وارد روستای کامران بیگرضا شدیم. ایل قلخانی یکی از ایل‌های کرد ایرانه. این ایل در گذشته از طوایف ایل کلخور محسوب می شده و در ایوان غرب در استان امروزی ایلام ساکن بودند. با این وجود به منطقه گوران در استان کرمانشاه مهاجرت می کنند و در ارتباط با مردم گوران قرار می گیرند. در اثر این کوچ ایلی زبان این مردمان تحت تأثیر گوران زبانان قرار گرفت و گویش کلخوری اولیه تحت تأثیر گویش گورانی قرار میگیره و اندکی تغییر میکنه. در ابتدای ورود بچه‌های روستا که لباس‌های زیبای محلی کردی به تن داشتن با ما هم کلام شدن. من آریا ناصری هستم، اینجا روستای کامران بیگرضاست. خب در مورد روستات هم بگو، چه جای قشنگی داره؟ روستای ما جای دیدنی زیادی داره، مثلا اینجا صد آزادیه، اینور بری چم جای سرسبز و قشنگیه دیگه براتون بگم. اینورم دوباره چم دیگه داریم، باغای زیادی توشه، مزارع زعفران داریم. خب میشه در مورد این لباسی که پوشیدی برای ما توضیح بدی؟ این لباس کردیه، این شروالشه، این شالشه، اینم لباس یا جلیقشه، اینم شال دور سره، اینم کلاهشه. خب به اون کلاه چه میگن؟ به اون کلاه مثلا به اینش میگن دستر، به کلاهش هم همون کلاه بهش میگن، چیز خاصی بهش میگن. خودت کلاس چندم میکنی؟ من کلاس ششمم. کجا میری مدرسه؟ همین مدرسه پایینه. درس چطوره؟ درس من خوبه. من وردیاب هستم. چند سالته؟ 11. کتاب دارم قلقلیه، سرخ سفید و آبی، زمین هوا میره، نمیدونم تا کجا میره. من یک تو بانا دستم، بستم و خوب نوستم، بابام به هم پیداد کتاب قلقلی دارم. تفلو هم متفلو، صورتم مثل هلو، مامان خوبی دارم، میشینه توی خونه، میبافه دونه دونه، میپوشم خوشگل میشم، مثل دست گل میشم. آی اشیل جوانی توی مریوانی، پریشانی توم دردم نزانی. اشیل جوانی توی مریوانی، پریشانی توم دردم نزانی. بافت ساختاری روستا جدید و بروز بود. دلیل این موضوع را از ساکنین روستا جویا شدیم. این منطقه‌ای که مشاهده فرمایید
منطقه قدیمی روستای کامران بیگرزا، در واقع لوکیشن قدیمی روستای کامران بیگرزا است که سال 68 مردم به علت بافت فرسوده و قدیمی ایره و همچنین طغیان رودخانه ناچار و نقل مکان و قسمت کنونی کامران بیگرزا کردن. شرایط زندگی و موقع تقریبا بود بیش سخت، مشکل آب داشتن مردم لیره، مشکلات معیشتی داشتن. به این حال زمینه کشت یا نزدیکتر بینن لبنان الان مشکلات آبیان تقریبا برطرفیه. هوایی دلیل انتقال پیدا کردن بانچین لبنان دیدن سکنا گزینه من. این روستا در سال 1368 تأسیس بیه که البته قبل سال 68 و جای تر سکونت داشتن که و دلیل سیلاب مجبور و کوچ بینم. این روستا شامل 45 خانوار و با جمعیت 185 نفرن. فعالیت بیشتر مردم این روستا دامداری، کشاورزی، تولید قارچ و کشت زعفران مشغولند. بنده 76 سال دارم لیره زندگی کنم. مردمان خوب، مردمان با تجربه. آبادی کامران قبلا و این نوع دره چمه بیسته و اثر رودخانه سیلحات این مردم لور جاگزین کردن، آتنی بانه نوسازی کردن. ارزم و حضور او زمان سختی ایمه سختی من پربی کشاورزی من و گرد گاوجفت انجا بدهیم. بغواری نیاشتیم، هیزم دکوه هاوردیم، منال من گرم بود و سختی من پرکیشا جور ایسانیم. الحمدلله این زمانه خیلی مردم راحت، خیلی مردم سرفرازه. 40 سال پیش نه گاز داشتیم، نه برق داشتیم، نه آب داشتیم، نه تلفن. الان جاده اسفالت داشتیم، الان گشت تکنیکه. اگر نبوایا بامونی خالد همه چیم داگر دوری مالد عشیر جوانی توی مریوانی پریشانی تو درد نزانی. شغل اصلی مردم این روستا دامداری و کشاورزی و همچنین باغداریه. البته یه محصول جدید هم در منطقه شروع به کشت میشه که پیشینه کشت این گیاه تاریخچه طولانی در غرب کشور به خصوص زاگرس مرکزی داره. زعفران چاشنی معطری که همه ما با شنیدن نامش به یاد شهرهای شرقی کشورمان میافتیم، اما این بار در کرمانشاه و در روستای کامران بیگرزا. خانم یاری یکی از زعفرانکارهای خوب بود که گفتگویی با ایشان داشتیم. کاری که دارم انجام میدم معمولا کار کشاورزیه. یکی کشت زعفران معمولا خیلی لنوی آبادی مانه خیلی کشت بود. خدا را شکر مردمش راضیان لکشت زعفران. الان فصل زعفران چیدن و گل دادن و یعنی نیه، معمولا نو آبان ماه ایما برداشت کیم. ولی خب الان حالا تو اصلا نشان تن بیم که مثلا الان به این صورت حالا یکی دو نو فصل مهر ماه بعد از حدود 25 آبان اولین آبیاری صورت گیری، بعد از اولین آبیاری دوباره بعد از فاصله 20 روز آبیاری ته صورت گیری و خیلی کار چشنه در کسی که علاقه‌مندن و کش زعفران به نظر بنده بسیار کار بسیار مفید و کار خوب و پرسودی که فقط باغداری نیریم. الان زمین کشاورزی دیریم، دیم نخود دیریم، جو دیریم، گندم دیریم، بعد کشت زعفران دیریم. چندین سال آبادی کامران کشت زعفران دیرید. نزدیک 30-40 هکتار فقط زعفران کشت بکنید. در هر هکتاری که حدوداً 4 تا 5 کیلو ایما برداشت زعفران دیریم. نسل در نسل هاته ای باخل ادامه دائما نزدیک 20-30 سال ایما باغداری که مورد جوایچه بیشتر
بعد این سیب ولی که فرمایش که این سیب ولی سیب زرد پاکوتاست. این سیب زرد و خاطر یه حراسه کردیم است رای آزاد بود، سیب درشتر بود. بعد لشون و اوایچه ایما آبوهای ایران معتدله، نه سرده نه گرم. و بگذاریم ایما آلو قندی دیدیم، بعد گوجه سوز دیدیم، بعد حلو زعفرانی دیدیم، چند نوع حلو دیدیم. در مورد ایلیل قطره ایچا و خاطر کم آبی که صرفه جویی بکنیم، ایما چند سال پیش فکر کردیم که کم آوا نسبت و سال آینده ایما قطره ای انجام دهیم. ایلیل قطره باز بکنه لصرفه جویی آو و هدر نشو آومان، بعد خوب استفاده بکنیم. نسبت و جوبیچ قطره ای خیلی آب بهتر نسبت و دارگان. همونجور که زانیم اشتغال زایی کارآفرینی را بانوان روستایی نقش خیلی بسزایی داره در اقتصاد روستا و خیلی فرصت لرایم فراهمه که اشتغال زایی بکن. البته در صورت انجام گیره که منابع کافی آموزشی در اختیارن قرار بگیرید و که باید دید باسر وارد بازار کار بون و تجربه کافی داشتون. منیش خواهم لیره چون بسته به شرایط اقتصادی که روستا نتونی هر کاری انجام بیه لکمکل خانم یاری استفاده کردیم. ایشان تدریس قارش انجام دان. ایمیش عنوان کارآموز در خدمت هم بیم و یه سالن قارش احداث کردیم. سالن قارش ایمه متراژ 60 متره و ظرفیت 7 تن که لهر تون کمپوست ایمه توانیم تقریبا 250 تا 300 کیلو قارچ برداشت بکنیم. شرایطی که دیری ارای فراهم بکنیم و با مهمتر لگشتی که بازار فروش قارچه که ایمه بتوانیم او محصول مانه و فروش برسنیم. زنهای روستا در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی نقش چشمگیری داشتند. بنده حدوداً 2 ساله که دهیاری آبادی هم که با رأی نظر عالی مردم روستا و شورای محترم انتخاب بیم که باعث افتخار ما که بیم است دهیار ای روستا و هیچ گونه مخالفت وجود نداشتم. هدف دهیاری خدمت با مردم عالی روستا است و رای خانم هیچ محدودیت نره و بین زن و مرد یکسانه و خیلی خوشحالم که دهیار ای روستا ما و امیدوارم تمام تلاش خودم بکنم برای آبادانی روستا. ضمن که ایمه در که مشغول به کشاورزی و کارل تولیدی و یه سری کارل نوعی روستا دیدیم انجام دیم فعالیتی من خب چون شورای روستای کامران نیشم و عنوان شورای نفر اولی مطرح و فعالیت لخویشم دیدیم نو بخش و شهرستان دالاهو دیدیم انجام دم. خب من قبلا تهران ساکن بیم و حدود یه چیزی نزدیک 15-16 سالی من ساکن تهران بیم. لور نایب رئیس فدراسیون کشتی بیم فعالیت ورزشی داشتیم و شاید به مدت 12-13 سال مربی ورزش بیم. بعد فعالیت لباس فرهنگی کتاب نویسام یکی دو کتاب چاپ کرده و موفق بیم. ولی باز دوباره عشق و این روستا مانه واقعا باز همچنان اولین فرصتی که پیشات یعنی یکم که باز نشست بی خیلی دوست داشتم و یک علاقه مندیه نمیوه که با من روسای خوبانی اگر توانم کاری بکم یا فعالیت لدستم توانم بربای بام لیره انجام بیم.
ای آبادی اسم باوا میوسو قدیم مال من لچه میوسو بعد از 30 سال مال من ادرس ای بانو ای باغ نایمسو های دوری باغ کشاورزی ما نو روستا کلاکداری ان کردیا گاوداری ان کردیا او سو بانسر او من آورده را کلاک کار کیو من کردیا دستکنه من کردیا و جسمان کردیا باغداری من کردیا ایدی هر یه لدست مناته هر یه توانایی کار جن بیودی او هوای او سب پرست سردیو باغ چیز خوب بیو ولی الان او هوا گرم بیو باغ ناتی تعمل میو ما ناتی تعمل تاوسانان گرم از لبین چوز و زوسانان واسه دیری شلته دی تری گیش سرمای لبین بردی سیو این معروف زمان مثلا شوی سلته و زون و کلاو دزمال ولی الان سریال جدید من هاتس عمل یه روسری دنه دور سرانو مثلا مانتو کنوریانو اما هیچ فرقی کی نکرده ولی خودی لیت این تاثیری نداره من این سریال جوان منه الان مانتو پوشه ولی ما خو زمان قدیم سلته و زون ورمانه یوسو کلاو دزمال داشتیم اسو در پایین دست روستا سد بزرگ آزادی خودنمایی می‌کرد. با توجه به عظمت این سازه متاسفانه بعد از گذشت 13 سال ساکنین این روستا هنوز هیچ بهره‌ای در راستای استفاده از آب سد جهت کشاورزی و همچنین باغداری نبردند. ساکنین روستا بر این باورند که استفاده از آب سد در زمینه کشاورزی کمک چشمگیری به رشد اقتصاد و رونق تولید در منطقه خواهد کرد. ضرر فریق دالی مالدنی ما کشته دا زمین ما چی است زیر او متاسفانه هیچ استفاده گلی او سده نیریم الان دیرین نزدیک سرریزی چا اگر دولت کمک ما بکنه خو من توانیم یا همکاری که جوگر دولت بکنیم که زمینگان ما دیمیز متاسفانه یه سال هست 3 سال قابل برداشت نیه اگر آبی بکنوا خیلی محبت کردن کمک ما کن واقعا به شروع فصل بهار و رویش گیاهان دارویی و معطر درست کردن کلانه با استفاده از گیاه پیچک در دستور کار زنهای خانه‌دار قرار میگیره که عطر خوش نان تازه به همراه کلانه فضای آبادی رو در بر میگیره. در حال درست کردن کلانی دیدیم کلانه درست کردیم بعدش هم نانساجی درست کردیم با اینکه گازیش دیدیم ولی دوست داریم همچنان فعلا هیزم موچش استفاده کنیم. معمولا نیمه این کلانی که درست کنیم کلانی و هیزمولی که و چولی که درست کنیم این چولی این باقلی که شاخ و برگلی که دیدیم حرسی کنیم حالا استفاده لیتریش جور مثلا کلانی داریم که گعگودار نان داریم درست کنیم با اینکه گازیش دیدیم نانواییش دیدیم ولی خب اینجوری خوشمنطق گاهن و صورت سنتی لی استفاده کلانه معمولا حالا لنو فقط بیشتر لی منطقه غرب خومانه کرمانشاه بیشتر که عرف لی استفاده کنیم کلانه یه گیاه بهاری که گیاه خاص و پیشن پیچک نوع بهترین نوع پیچک شرسته چش داله و منطقه داله هو خیلی بسیار معطر و کمیابی جو بیولن ولی پیچکلی که معمولا ترنه الان که الان دیدیم استفاده که معمولا شاید پیچک منطقه ایلامویانه و مرغوبیت که مطلوب خومانه نیرید هنوز پیچک داله اون نرسی است تازه اولشون سرسیر و منطقه خب پیچک معمولا ایجرس و اول خمیره درسته که مول نان و هوج نان دستی و این شکل که نوعی لکلانه است بعد ایمه ول رون حیوانی ول روقن حیوانی چنگی دن و اگر بسگی و ذائقه نفریش داریم معمولا یکم شیرینه کن حالا کسی که دوست شیرینه که کسی که دوست شیرینه نه کن هیچ دوست نه طعم طبیعی هر زود اوجوره صرف کن
آشنا کردن نسل جدید با فرهنگ گذشته و مخصوصاً ادبیات ایران از اهمیت زیادی برخورداره که این موضوع به زیبایی تمام در این روستا مشهود بود. شهر من شبهه مهمانداری است، مسلک مردمانش عیاری است. شهر من شهر دشت شقایق شده است، هر که رخش را دیده است عاشقش شده است. شهر من شهر خون و شهداست، اینجا کرمانشاست. به نام خداوند جان آفرین، من آریا ناصری هستم. میخوام براتون یک داستان از شاهنامه فردوسی رو بخونم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام خداوند نام و خداوند جان، خداوند روزیده مهربان. دوستان آمدم باز کنم این دفتر ممتاز و شوم قافیه پرداز. داستان جنگ پدر و پسر، رستم دستان و سهراب جوان. یک روز سهراب زرش را برتن کرد و شمشیرش را ورداشت. سوار اسبش شد و تاخت و تازان به میدان جنگ رفت. بپوشید سهراب گفتار رزم، سرش پر از رزم و دلش پر از بزم. بیامد خروشان به آن دشت جنگ، به چنگ اندرون گرزی گاو رنگ. به میدان جنگ اومد و شروع کرد به خراب کردن مال و منال کیکاووس. کیکاووس شاه ایران تنش لرزید و گفت برید رستم را بیاورید. رستم هم با همه ساز و برگ جنگیش اومد، زره ببر بیان به تنش، گرز معروفش تو یک دستش، افسار رخشم تو یکی دستش. کلاهخودی روی سرش بود که اصلا نظیر نداشت. سینه رو سپر کرد و گفت ای پهلوان تورانی، بیا تا با هم بجنگیم. نگه کرد رستم بدان سرفراز، بدان چنگ و بال و رکیب دراز. به او گفت با نرمی ای جوان مرد گرم، زمین سرد و خشک و سخن گرم و نرم. به پیری دیدم بسی آوردگاه، بسی بر زمین پست کردم سپاه. سهراب هم یک نگاهی به حریف کرد و گفت من از تو میپرسم سخن، همه راستی افکن بند. من این دون گمانم که تو رستمی، گر از تخم نامور و نیرمی. به بالا بلندی و با کتف و یال، ز بالت ستم یافت ز بسیار سال. دو پهلوان آماده جنگ شدند و جنگ را شروع کردند و جنگ کردند. ناگهان هوا به سمت تاریکی رفت و رستم گفت ای یل تورانی، جنگ برای امروز بس است. فردای آن روز که خورشید از میان آن دو کوه بالا بیاید، من تو را راهی به سفر مرگ خواهم کرد. دو پهلوان به خیمگاه رفتند تا استراحت کنند و فردای آن روز رسید. دو پهلوان میخواستند جنگ را آغاز کنند که رستم گفت ای پهلوان تورانی، من کمی فکر کردم و فهمیدم برای اینکه بدانیم کداممان قدرتمان زیادتر است باید کشتی بگیریم. سهراب هم قبول کرد و دو پهلوان آماده کشتی گرفتن شدند. کشتی را آغاز کردند، پنجه در پنجه هم کشتی گرفتند. ناگهان سهراب رستم را گرفت و بر زمین کوبید، پایش را بر روی سینه او گذاشت و خنجرش را کشید. نشست از بر سینه پیلتن، پر از روی دهن خاک و چنگال پر. همی خنجر آفگون برکشید، خواست از تن سرش را برید. تا میخواست خنجر را در سینه رستم فرو کنه، رستم یه خنده‌ای کرد و به او گفت ای یل شیرگیر، کمند افکن و گرز و شمشیر گیر. دگرگونه باشد آیین ما، جز این نباشد آرایش دین ما. همین رو گفت و سهراب رمپاشو از روی سینه او ورداشت و شمشیرش را خلاف کرد و گفت آری عجب رسم پسندیده ای. دو پهلوان به استراحتگاه رفتند، ولی رستم به پای جوی آب رفت و زانو زد. دست و صورتش را شست و جرعه آبی نوشید، دستش را به سوی آسمان دراز کرد و گفت ای یزدان پاک، ای ایزد نامدار، مرا در این جنگ یاری بده تا آبروی چندین و چند ساله هم پیش تورانیان نره. یا علی گفت و دست بر زانو گرفت و بلند شد. دو پهلوان دوباره آمدند تا کشتی را آغاز کنند. دوباره کشتی گرفتند. همینجوری زور آزمایی میکردند که دوباره سهراب رستم را گرفت و میخواست او را بر زمین بزند که دیگه قدرتی براش نمونده بود. هرچی توان داشت بار اول خرج کرده بود و دیگه توانی براش نمونده بود. رستم هم که آدم باهوش و دانایی بود از وقت استفاده کرد و سهراب را گرفت و بر زمینش کوبید. خنجرش را درآورد و در سینه او فرو کرد. سهراب هم که داشت جان میداد گفت ای شیر ایرانی، ماهی شوی به دریا روی، سیاهی شوی به تاریکی روی، پدرم رستم انتقام مرا از تو میگیرد. رستم هم با یک تعجب نگاهی به او کرد و گفت مگر تو پسر رستمی؟ گفت آری، اگر باور نداری لباسهای جنگی مرا درآور و نشانی که پدرم بر روی بازویم بسته را ببین.
رستم با ترس و لرز این کار را کرد و دید همان نشانی است که خودش به همسرش داده بود تا وقتی که پسرش هم بزرگ میشه اونو به بازوش ببنده. رستم هم به زمین افتاد و خاک بر سر خودش میریخت از داغ پسر از دست رفتش. من آریا ناصری هستم از روستای کامران بیگرزا و تشکر میکنم از برنامه سیران که روستای ما را قابل دونستند و به اینجا تشریف آوردند. من نقالی از معلم خوبم پارسال از خانوم فاطمه امیری یاد گرفتم و خیلی ایشونو دوست داشتیم، دلمون میخواست امسالم بهمون درس بده ولی موقعیتش پیش نیومد و اون به جای دیگه رفت و اونجا درس میدم. آما و میدان شیر دلاور و آتشیای یزدان بینای لامکان من گور سوار تازه پرورده روزگارم اگر لی جنگم من بیوم نابود تا نمه درون اولاد زال که دیوک فرزندت کردن نگون سال. من خواهش کنم لبرنامه سیران که قصه من و گوش مسئولین برسنن. ایما واقعا استعداد فوتبال دیریم فقط وسیلکان بین پیمان ایما خومش توانیم زمینه که درست بگیم و تمرین بکنیم. در روستا با یه زوج جواندل آشنا شدیم که سرزنده و مهربان بودند و سالیان سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی می کنند. خب ماشاءالله چند گره منال دارین؟ الحمدلله 6 گره. خدا حفظ هم. وار کر 2 گره دیوت. نوه چند گله دارید؟ نوام نزنم پر دیرم کرم خدا. نزنم. 11 گله. ماشاءالله خدا حفظ هم که. دو دیاتی چه موقعی چه 6 گله دیرن. خانه نو آبادی یا چی نسه شد؟ هردم حضور یکی انا کوزران یکی انا قصر دیوتا کارم. کرکانم یکی انا کرماشان سیانی انا تهران. راضی دام وگه یک؟ بله. راضیم. الحمدلله. هم اوان ایمه راضی نمی ایمه دوان راضی. الحمدلله. بیشک پدر مادری لی بینانه که حقیش درن راضی بود. انشالله تنه دان سالم بود در مورد او چوی که گردینانه دست سرام توضیح به جفت دان چوگه تزده آجی چوگه ایشه توضیح رام دیا اردم و حضور زانوم جان که کمرم جان که و خاطر زانوم جان که و کمرم جان که ای گوچانه در بدستوه. خب دالگه او گوشانه دست تو چکید؟ عزیز دکم منی زانوم درد میکنه. نه های کردیگه بوش زانوم درد که دی حالا دی و خاطر او کمرم درد که زانوم درد که اذیتم که یعنی مطمئن با بگردی گوشانه وگه یک مرافع نکیدن؟ نه الحمدلله ولی یکار دوستیم خیلی یک دواییم. چنی دوستی دارید؟ خیلی چنای دنیا. خب دایگم تو چنی دوست دارید؟ دوست یک دیریم براکم ایستا وظیفه من الان من وظیفه ما باید دوستی داشتم. و پی وطی ده چنی دوستی دارید؟ و پی وطی ده؟ بوش بینم دوستی دیرم آوده. نام خدا لیاهوه دالاهوه برزی بالاگی تاکوه دالاهوه یا شاهوه آهوتونی کور منم گارتونی تور منم جختونی سور منم زانم که روژی بیدنم واهتونی بور منم واهتونی بور منم. ساختمان چندین سال اول ادابیا و اسم کامران بیگرزا قبلا لیمه باب بشاته منا شهر مسیر ما خیلی طولانی بی دردسر داشتیم. الان شکر خدا خیلی مسیر ما کوتاه‌تر و بیا کارل داشتیم خیلی راحت‌تر انجام بویرا.
موسیقی نقش پررنگی در فرهنگ و آداب و رسوم این مردمان داره. یکی از سازهای معروف موسیقی این منطقه تنبوره که اکثر مردم تبحر خوبی در نواختن آن دارند. تنبور ساز سنتی و ساز مقامی مانه. مردم این منطقه یارستانه تنبور دارن یه حالت ساز مقدسی داره. تمام راز و نیازلیان وگر ساز تنبور انجام بود. ایره حدوداً 4-5 سال پیش آقای علی اکبر مرادی که واقعا یکی در نوازنده به نامی آو خاکسه اقدام و بناکردن یه خانه تنبور در روستای بانزلانی کردن و اساتید به نامیش استفاده کردن را آموزش تنبور و بست و سیطره ای چشته این ساز مقدسه. شهر جوان و کردن شینم از کم دایما بد بینم خوشم دوی که شجیران ای وی وی دور ابوال ویران کرماشان شاعری اجدادم جیگ شیرین و جی فرهادم دم دم رانا کمیله یادم کم کم به انتهای سیران روستای کامران بیگ رضا نزدیک میشیم. راستی شما هم اگه مایل بودین میتونین روستای خودتان را با برنامه سیران به بیننده های عزیز معرفی کنین. کافیه که با شماره 162 تماس بگیرین و ما به روستای شما سفر کنیم. پس تا یه روستا و سیران دیگه خدا نگهدار.